السلام بعد از او چند کلام میگن زمان است طلا اما میگم براتون این یادت باشه همیشه زمان با هیچ مقایسه نمیشه پس با زمان ارزش بدی غافل نباش در زندگی تو که از سنت خورد میگی از سنم خورد پس آن متوجه میشی که زمان فرصت با خود بود میبره فرصت با خود او اونجا پس من میشی تو سرعت میکنم کمتر تا گپ من بو فامی بهتر متوجه شده باشی شاید تو کمی شور بدی خود پایت تو خوش هستی به صفت لنده هر کسی بیشتر نمیشه گندشتر دونت بتوی سکریتی بهوده در میشه زندگی من با تو نمیکنم ایهانت اما تو به خود میکنه خیانت چشم باز کو یک دفعه بیبی دنیا را دیگاه در کجا رسیده با سایکو خود ما را دورو پیشی طبیبین بچه های است از زیر سن با جایی که بچه های خوب باشن به گفته خودشان بدماشن باید باشه دنبال دست به گفته خودشان ندارد تست آلی کلان چیده بچه در جیبش توفنگچه و برچه رای نمیزن از سری کس ما اصلش رفت مانده پس باید زندگیش درمش بهوده نوع اعلامه تخوده بچهش نستن نصیحت اما چی فایده از این وضعیت آلی شدی جوان تو بایستی پیش رفت روان تو بهاری عمرت جوانی بهترین دوران زندگانی مشکلی تر نشه با غفلت استفاده کو از این فرصت میره بر نگرده این فرصت جوانی یعنی اوج عمرت تو بگم من نمیگم آیا زندگیت نسکم زندگی برای ما میتپن باید باشیم هدفمند باز برو سی پیشم بس سرعت دشکنی در نشه هیچ فرصت در هر لحظه بکو دقت یک ثانیه رو بشمار غنیمت گذر زمان یکی برنامه شبکه خنده و یکی رپ و گپ مبارزمی درد دل امروز افغانستان رو بیان میکنه. نظرات داورای عزیز ما رو میشنویم. با عبید جان آغاز میکنیم. امروز این جایتان واقعا خارق العاده بود. با این سرعت که خودت اجرا کردی از لحاظ تکنیکی بسیار کار مشکل است و خودت به نهایت خوب اجرا کردی و خوب نوشام کردی. نام خدای خودت یک کف مکم برتر کنید. تشکر عبید جان. آرینا جان نظر شما؟ نمیفهم چه قسم تعریف سبا کنم چی بگویم. یک قسمتش بود یک چند کلمه بررس کردی نه بررس زیاد جالب بود. من تو ایران ماندم راستی هک و پک ماندم و امو چی بود امو بررس که گفتی آستا اگه بگویی چی بود؟ میره بر نمیگرده این فرصت جوانی یعنی اوج عمرت یک جای دیگه بود مگم بسیار جالب بود. من در رپ امریکایی ها شنیده بودم در امریکا تنها یگان رپرها تانسته که اینا بود یک چیز ادا بکنه و خودت در افغانستان بار اول است یک چیز ادا کردی. آفرین برات میگم آفرین صد آفرین کف بلند برای مناسب نظر شما؟ ام دغه سیوسه چې څنګه یې او ان شاء الله چې تاسو ګټلې نشي. ډیره مننه مناسب. حاجان مبارک عزیز ما خودت به 100 رپرهای امریکایی دنگل میتیم تو جنگ میکنیم که بگم ما هم داریم یک نفر می رقم و خودت بسیار جالب است یک رپر امریکایی به نام امینم خودت بالکل آوازش به مون رقم هست ریل شلم سیدی میگن چی میگن مقصد آفرین افتخار مبارک ستاره افغان هستی بچه.